گروه کاری تلویزیونی سیمای مستقل یکم عینی حال در جماعت غازیان ناحیه باباجان غفوروف قرار دارد. برای تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم کشاورزان نظررس است. عینی حال آنها با جمع‌آوری حاصل کارتوشکای بروقتینه مشغولند. ما را پیگیری نمایید. حسنبای پولوتوف دهقان است. وی در دهه گلمیدانی ناحیه باباجان غفوروف زندگی میکند. زندگی و روزگارش را با کار دهقانی پیش میبرد. عین حال حسنبای با اهل خانواده‌اش کشتی کارتوشکای بهاری را جمع‌آوری میکند. وی میگوید همه ساله نمودی کارتوشکای علدین کشت میکند، زیرا این نمودی کارتوشکا حاصل خوب میدهد. 80 سانتی زمین ای. حاضر منه حاصلای خون داشته منه ماهی 23 فevral کاشته بودیم. من حاضر نقص. خیلی وای سالانگو نیاکدینگده سال به وقت شد. لیکن حاصل نقص. گرمی که ماندنشم در کنیده که حاضر هم من هوا گرم هم کار کنیم. خیلی نه جاشه که تو با زمین خالی که اون چیز کاشتن در کنه دیم کشته کردن در کنه برای زمین خالی نمانده. که وای میکنید خیلی گنده نه. ها این من اینجا 30 ساعت گفتگی 30 ساعت گرفته من 850 کیلو کارتوشک کاشتگی 850 کیلو. یا خلا کن یک تانه میکنه. خیلی ما اینا یک قسمش دو قسم میکنیم. تقسیمات میکنیم. دو تا سه تا میشنانیم کار میکنه. در ولایت سوخت جمع‌آوری کشتی کارتوشکا آغاز گردیده است. نسبت به سال گذشته میدان کشتی کارتوشکا 414 گکتار افزوده است. یعنی سال جاری کشاورزان در میدان 17512 گکتار زمین کارتوشکا کشت کردند. موافق معلومات فوری این نهاد تا امروز 1300 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است. مثلا شهر و ناحیه‌های باباجان غفوروف 1100 تن، کنیبادام 123 تن، جابو رسولوف 30 تن و اشت 19 تن کارتوشکا را جمع‌آوری کردند. اما ساکنان از ارزش کارتوشکا قناعتمند نیستند که این حالت از پرسش سریراهی معلوم گردید. شب بچه‌ها بازار برفته قیمت گفت. هم مجبور می‌خریم چه می‌کنی؟ قیمت صفتش هم میشد. بخیولم 6 سومونی گفت میخوای گفت. قیمت دیکن کارتوشکا هم 6 سومون شود کن. نرخی خیلی کارتوشکی خیلی صفتش نازوزین کارتوشکی خیلی نرخش کمتر حالی قیمت‌تر. بازار ها خیلی زور من نزدیک خریدگی بودم 5 سومونی خریدگی بودم از بازار. نه آخر یا آدمای سربچه چخیلین 1 کیلو کارتوشکا 5 سوم. اقلا 2 سوم 2 سوم تا 3 سومشان ما پنسیونر این خانه نمیشد. صفتش خیلی بهتر. اون صفتی نقض تایلکه میگیریده بازار. هشیشی گفتگی بدم 2 هفته پیش دیه. هاکو چوکنیم خطاری خلق خردوسی. من وای کدیگه مانده 8 سومونی بود. 2 کیلو 3 4 کیلو گفتیم. درست نه. صفتش میشه دکون نرمالی. از ما کو از نوتا کنید. نال میشد بازار تیز آدم میخرد گفته همین گفتیم. نیکو سالی با از اون شود نازده وی ما و از اون شود خلق میگیرن و که من ما هم سوداشون نال میشد خلق هم خرسان همه خرسان میشه. حاضر همه چیز قیمت شدگی کارتوشکا ویم غذا دادن در کار چند پول شدگی چنین که نمیدونم من 100 کیلو خریدگی بودیم حالی ادانشته جنده 3 سامانی گفتگی بودیم. با مقصد عملی سازی سیاست اگراری مملکت با استفاده از ذخیره‌های و امکانیت‌های موجوده سرایاستی کشاورزی ولایت سوخت چاره‌های ضروری اندیشیده ایستادند. سردار شعبه استحصالی سرایاستی کشاورزی ولایت سوخت عبدالحکیم قلندروف میگوید برای تامین بازارها با کارتوشکای بروقتینه ناحیه‌های باباجان غفوروف، کنیبادام، جابو رسولوف، اشت و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با جمع‌آوری کارتوشکاهای بهاری مشغولند. کشتی کارتوشکا سال جاری طبق دورنما شهر و ناحیه در میدان 18500 گکتار باید کشتی کارتوشکا گذرانده شود که طبق معلومات‌های دسترس گرده به سنه مذکور 17512 گکتار کشت گذرانده شده است که این 95% نقشه را در بر گرفته نسبت به همین دوره سال گذشته کشت کارتوشکا 400 گکتار زیاد می باشد.
برای تامین امنیت اوزوقواری کشور سهم کشاورزان و دهقانان نظرس است. قهرمان گزارش ما حسنبای نیز با دهقانی مشغول است و همه ساله کارتوشکا کشت کرده زندگیش را پیش میبرد و برای تامین بازارها با محصولات پالایزی سهم میگذارد. گزارش منظور بختیارزاده و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.